سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سرکار خانم مرآتی تشریف آوردن برای کمردرد و سیاتیک بسیار شدیدی که داشتن. از کجا تشریف آوردین خانم مرآتی؟ از تهران. سلامت باشین. از چه طریق با ما آشنا شدین؟ از طریق پیجتون. بفرمایید مشکلتون چی بود؟ من یه دیسک خفیف داشتم. بعد بله. حالا آقای دکتر فرمودن سیاتیکم داریم. ما رفته بودیم دکتر، بعد ام‌آرآی و اسکن ها انجام داده بودیم که گفتن دیسک داریم. گفته بودن که باید وزنمو بیارم پایین، ولی خب باز فیزیوتراپینام بود که من تاثیر نداشت رو من. بعد دیگه همسرم از طریق پیج با ایشون آشنا شد. دیگه اومدیم اینجا. روزای اول من دقیقاً روز اولی که اومدیم دردم خیلی شدید بود. یعنی درد واقعی رو بگید، چقدر درد داشتید روز اول؟ روز اول که با پای لنگون اومدم، چون واقعا از درد گریه میکردم. همسرم میگفت هفته بعد بریم برای مثلا جلسه و اینا. من گریه کردم، گفتم نه واقعا یه هفته دیگه نمیتونم درد رو تحمل کنم. یه وقت گرفت اومدیم اینجا، خیلی دردم شدید بود. جوری که آقای دکتر ماساژ میدادن انقدر دردم شدید بود میخواستم حالا از رو تخت فرار کنم. یعنی بارها خودم گفتم جلسه بعد دیگه نرم ول کنم. درسته. ولی خب دیگه حالا اومدیم سلامت باشین ان شاء الله. نتیجه گرفتیم. جلسه آخرتون که امروز بود دردی داشتید؟ نه، نسبت به روز اول دقیقاً اصلا دردم خیلی خیلی کم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. نیم درصد اینا. سلامت باشین ان شاء الله. برای شما آرزوی سلامتی داریم و امیدواریم که هیچ وقت دیگه دچار دردهای سیاتیکی نشید. ممنونم. خیلی ممنونم. تشکر از شما هم خیر بده. سلامت باشید. هستین. شما لطف دارید. ممنون از شما. سلامت باشید. تشکر. ممنون.